بچه‌ها سارا زنگ زد تو راه داره میاد. امشبم عروسیشه. یه کاری میکنیم دهنش سرویس بشه. چه کاری میخوای بکنی؟ دیوانش نمک میریزیم بخوره دهنش سرویس بشه. وای نه. Women. بکنم دستشه تا اینو بخوره حالش گرفته بشه. عزیزم بیا رو بخور. وای مرسی عزیزم دست درد نکنه. چندش این چیه؟ چه شور بود؟ تو نمیگی من اصلا، تو نمیگی من نمک دوست ندارم، تو نمیگی این نمیتونه شب عروسیش نمک بخوره. چرا این کارا رو میکنی؟ دیگه به من اصلا زنگ نزنی. به به آقا دومادی نگاه چه دومادی داریم امشب. چاکریم. خوب شده؟ عالی حرف نداره. چه حسی داری آقا دوماد؟ خیلی حس خوبی. امشب به عشقم رسیدم. خیلی حس خوبی. انشالله همه برسن ایشالله. از همه مهمتر رفیقام الان منو ببین تو این وضع ببینن ذوق. اوه انشالله همه رو ببینیم تو این وضعیت. قربونت برم داداش. بریم داداش بریم دیر شد. بچه‌ها امشب عروسی سعیده. امشب رو باید بتره. یه کاری کنیم کارستون. چی کار کنیم به نظر داداش؟ چی کارشو منم نمیدونم. باید راجبش فکر کنیم. تاریخی بشه. باید این عروسی باید تاریخی بشه. چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ دیدی چی داره تو ذهنت میگذره؟ امشب آبگوش داریم بچه‌ها. آبگوش داریم؟ شام امشب جور شد. بریم. یعنی چی؟ کجا داری میری؟ چی کار کنیم؟ آخه به من بگو. بیان بقیه‌اش با من. بابا بگو تو رو خدا. بیا. سعید نمیخوای بری دنبال عروس؟ دیر شده. چرا داداش؟ هنوز کار داره. یه چرتی بزنم بعد میرم دنبالش. باشه فقط برو سریعتر. تو رو خدا بذارید من یه 10 دقیقه چرت زنم. باش داداش بخواب راحت باش. کسی کاریت نداره. چی کار کردین حروم زادا؟ وای بچه ها سالا رو بریدم. رفیقمون دیگه قاطی مرغا نمیشه. عروس خانم بلا تکلیف شد. ای بچه ها گوش بزن. واسه ازدواج کنه فکر کرده ما میذاریم. گفتم یه کاری میکنم کارستیم. همش گوشته. عروس خانم امشب باید ستاره بشماره. تخماشو زد کن. اگه لایکش کنی میدونم دوستم داری. وای سابسکرایبش کنی یا که کامنت بذاری. وای عزیزم جون من زنگوله یادت نره. یه قلب قشنگ و دردونه یادت نره.